خب چشما رو ببندیم. خب مراجعه از این کار همه رو بلفارو انجام دادن. افتادگی مادرزادی باز کنید چشاتون رو. حالا ما میخوایم دو طرف رو عمل کنیم که تقریبا 80% شاید یکی بشن، ولی اون افتادگی مادرزادی کامل از بین نمیره. سلام. یکی از عملهای پرکاربرد و رایج در زیبایی عمل پلک بالا یا همون عمل بلفاروپلاستی است. عمل بلفاروپلاستی در ایران توسط جراحان پلاستیک و متخصصین جراحی انجام میشه. روش کار به این شکل است که اول معاینه برای بیمار انجام میشه که یه افتادگی واضحی در پلک دیده بشه یا ایرادات مادرزادی یا چیزی باشه که باعث سنگینی در ناحیه پلک بشه، توسط پزشک معاینه میشه و به تشخیص پزشک نوبت عمل برای مراجعه داده میشه. این عمل با روش PSC موضعی انجام میشه و بدون بیهوشی کامل هست. البته بعضی از دوستان با بیهوشی کامل انجام میدن به دلیل اینکه بسیاری از مراجعین ما استرس ناشی از عمل رو دارن و اظهار تپش قلب یا بعضا متخصص قلب نامه میده برای بیهوشی عمومی و بعضا هم که اصلا اجازه بیهوشی عمومی نداره. روش کار به این شکل است که ما قبل از عمل خطی رو در ناحیه پلک ترسیم میکنیم جهت اون حیطه عملمون که بتونیم به بهترین وجه برش رو برای مراجعمون بدیم. بعد از ترسیم برش که خود برش اون رسم برش با تکنیکی که از لبه فوقانی پلک مژه ها و ناحیه ابرو به یک فاصله مشخصی که اونم توسط پزشک مشخص میشه ترسیم. موارد کنترل حالا عوارض بلند مدت که گفتم میتونه باعث خشکی قرنیه بشه، زدن عینک‌های آفتابی برای جلوگیری از برخورد نور با قرنیه و خود چشم است. دوستان عزیز، اگر خوشتون اومد انشالله میتونید برای اینکه ویدیوهای بعدی ما رو ببینید کانال رو سابسکرایب کنید. ما در آینده در مورد بلفاروپلاستی پلک پایین و حالا اعمال جراحی زیبایی دیگه که داریم برای دوستان انجام بدیم توضیحات مفصل. خب یکی از موارد دیگه احتمال کبودی در ناحیه پشت پلک هست که بعد از اینکه ما اون آیس شروط به مدت 2 روز هر نیم ساعت 5 تا 7 دقیقه روی پلک ها گذاشته بشه، دوستان عزیز میتونن کمپرس گرم رو استفاده بکنن که خودش باعث بشه که اون کبودی ها در موضع جذب بشه. نکته بعدی که ما توی پلک داریم مراقبت هایی که بعد از اون مدت 1 ماه دوستان بعد انجام بدن. مراقبت های بلند مدت هست که قطره اشک مصنوعی یکی از اون موارد هست که روزانه باید 2 قطره داخل هر چشم ریخته بشه. چرا؟ به خاطر اینکه خشکی پس از عمل بلفاروپلاستی یکی از عوارض شایع و برگشت پذیر هست، ولی این کار ما انجام میدیم که اون کمبود اشک در ناحیه قرنیه رو که باعث خشکی قرنیه و بعدها بروز عوارض بشه از بین. خب همونطوری که قبلش بهتون گفتم تو مرحله آخر ما میایم سوچورها رو انتخاب میکنیم برای اینکه پلک بسته بشه و بتونیم مراجعمون رو آف کنیم. نکته که توی بعد از حالا سوچور زدن هست ما میایم یک حالا شستشوی رو در ناحیه پلک میدیم و یک چسبی رو روی ناحیه بخیه ها تعبیه میکنیم برای اینکه اگر بخیه ها حالا بعضی موارد بخیه مقداری فاصله دارن از هم اون رو کنترل میکنه. حالا بلیدینگ ها و خونریزی های ریزی که وجود داره خونریزی مویرگی رو و مراجع رو دیگه آف. پس از این قضیه دیگه میایم تو
ملاحظات بعدی و احتیاطاتی که ما به مراجعین عزیزمون میگیم برای اینکه میزان کبودی رو کمتر کنه، اگر دردهای مختصری رو دارن اونها رو باید رفع کنیم. یکی از موارد دیگه پوشش آنتیبیوتیکی هست که به صورت حالا سفالکسینی که برای مراجعین به صورت هر 6 ساعت میدیم. برای کنترل درد میتونن از قرص استامینوفن یا حالا انسید ها استفاده کنن که ترجیحاً هر چیز ساده تر باشه و شبیه استامینوفن خیلی بهتره. یکی از موارد کنترل تورم در ناحیه پلک هست که راهکارهایی که وجود داره، ما به مدت 2 روز به مراجعینمون توصیه میکنیم که یخ یا آیس رو که اصطلاح هست روی ناحیه فوقانی قرار بدن هر نیم ساعتی به صورت 5 دقیقه تا 7 دقیقه. یکی از موارد دیگه تجویز آناهیل هست. آناهیل برای هم کنترل کبودی و هم کنترل تورم پلک فوقانی استفاده میشه، چون بعضی از مراجعین بیماری‌های زمینه‌ای ممکنه داشته باشن، اختلالات پلاکتی داشته باشن که این اختلالات پلاکتی توسط حالا خودشون باعث میشن که ما انعقاد خون مختلفی داشته باشیم و نیاز به مراقبت‌های بعدی داشته باشیم. البته قبل از عمل کسایی که مشکلات انعقادی دارن، شبیه کسایی که آسپرین مصرف میکنن یا وارفارین که آنتی کوآگولانت هست، بعد مدت 2 تا 3 روز با صلاح دید متخصصی که تحت نظرشون هستن قطع میشه. یکی از ملاحظات دیگه‌ای که بعد از بخیه زدن و مرخص کردن بیمار هست، استفاده از آنتیبیوتیک‌های موضعی مثل جنتامایسین یا تتراسایکلین چشمی به مدت 5 تا 7 روز است. توصیه میشه جنتامایسین یا تتراسایکلین چشمی از فردای روز عمل روی ناحیه حتی چسبی که زده میشه استفاده بشه و روزانه تمدید بشه. شستشوی زخم با شامپوی بچه یا کپی که حالا با شامپوی بچه ما درست میکنیم روزانه باید انجام بشه و بعد از اون پمادهای جنتامایسین یا تتراسایکلین چشمی روی بخیه‌ها زده بشه. 2 روز پس از جراحی بیمار عزیزمون باید اون چسبی که به صورت حالا یه چسب بسیار باریکی از روی پشت پلک هست برداشته بشه در حمام. اگر سفت بود، اگر لخته های خونی روی اون بود که ممکنه خیلی از عزیزان داشته باشن، بایستی به صورت حالا در حمام با بخار آب گرم آغشته بشه و میزان شامپوی حالا کف شده روی بخیه زده بشه و بعد از اون چسب رو ما برداریم که این توسط خود مراجع در حالا منزل خودشون برداشته. بعد از رسم اون خطی که ما در ناحیه پلک داریم، نوبت میرسه به تزریق بی‌حسی موضعی که به یک فرمول خاصی از ترکیب اپینفرین و لیدوکائین برای مراجعین به کار میره. یکی از نکاتی که وجود داره، بعضا ما اپینفرین رو به خاطر خطرات خاصی که داره و مثلا احتمال بروز تپش قلب و احتمال آریتمیای قلبی اپینفرین رو به کار نمیبریم یا حداقل میزان رو استفاده میکنیم. بعد از تزریق بی‌حسی در ناحیه‌ای که خط برش ترسیم شده، نوبت میرسه به برش ناحیه خط کشی شده که این برش میتونه توسط تیغ باشه یا توسط یک دستگاه نام RF که برش رو به صورت بسیار تیزتر و شارپتری انجام میده و ما میزان کمتری از فیلر و اختلال در ناحیه برش رو داریم. برش هایی که توسط تیغ انجام میشه ممکنه حالا به علت عدم تحمل جراح یا لرزش دست این برش
به صورت مضرس انجام بشه و در ناحیه بخیه بعدها ما نواحی اسکار رو به صورت واضح‌تری داشته باشیم. بعد از برش ناحیه که بعد من معمول به صورت برش با دستگاه رو استفاده میکنم، میرسیم به برداشتن چربی هایی که در ناحیه پلک هست. تو بعضی از مراجعین ما چربی ها به صورت پرومیننت‌تر هست که اگر در معاینه هم دوستان و همکاران من مشاهده کنند، در ناحیه داخلی و ناحیه وسطی پلک ما چربی هایی رو داریم که به صورت برجسته باعث هم سنگینی پلک شدن و هم باعث افتادگی بیشتر. و بعضی از مراجعین هم با توجه به سن، البته کسایی که سن بیشتری دارن، ممکنه ما در زمان عمل گودی هایی رو در پشت پلک ببینیم که به صلاح دید جراح میتونیم چربی هایی رو که در کمپارتمان گوشه و داخلی چشم هست رو انتقال بدیم به قسمت میانی و باعث یک پر شدن واضح و ملیحی در ناحیه پشت پلک بشه. بعد از برداشتن چربی که در ناحیه پشت پلک هست یا ترانسفر اون که گفتم برای افرادی که مقدار مسن‌تر هستند و میزان آب میان بافتی و چربی بدنشون کمتره، مثل افراد مسن، ترانسفری که صورت میگیره، ما میایم ایرادات کار رو با معاینه چشم ها میگیریم. از مراجعمون درخواست میکنیم که چشم ها رو باز کنه، حرکات چشم رو میبینیم. با دستگاه RF میزانی از بلیدینگ یا خونریزی های ریز و مویلگی که پشت پلک ممکنه دیده بشه و در بعضی افراد بیشتر و کمتر هست، اون خونریزی ها رو میگیریم که میزان کبودی و ورم پس از بسته شدن و سوچور کردن پلک کمتر بشه. بعد از اینکه تمام این کارا رو انجام دادیم، معاینات خاصی که برای حرکات چشمی صورت گرفت، میایم بخیه رو برای مراجعمون انجام میدیم. بخیه‌ای که زده میشه با نخ 6-0 زده میشه و خود تکنیک بخیه زدن به صورت سیمپل و کانتینیوس است. البته بعضی از همکارای ما تمام بخیه ها و سوچورها رو به صورت سیمپل میزنن و بعضی از همکارا به صورت سیمپل و کانتینیوس و بعضی هم کلا به صورت کانتینیوس. البته به پلک مراجعین عزیزمون هم بستگی داره که حالا برای لیفت گوشه‌های ابرو باشه، خب معمولا گوشه‌های ابرو رو به صورت سوچورهای سیمپل و ادامه اون رو از گوشه خارجی چشم به سمت داخل به صورت کانتینیوس و سابکوتیکولر انجام بدیم. ان شاءالله که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. برای دیدن ویدیوهای بهتر و جذاب‌تر میتونید کانال ما رو سابسکرایب